با شما بلیط‌های ارزان در کار باشه. مرحمت به واتساپ АВИАКАССАИ شاهنوزه زنگ زنید. بلیط‌های ارزان و باوریناک است. السلام علیکم. و علیکم. ممکنه دکتر جان؟ ها کاری بابایی میگم بید. مرحمت. رحمت جانم. الهی می خیرت قدم دفع کل بلاها پروردگار عاقبت بخیر کنی ایمان. الله اکبر. سازی؟ سلامتیان هست؟ رحمت بچه جان. رحمت دادر جان. رحمت. شکر خدا که در همین منزل و مکانمون در همین دهه خردککمون شما هستیم. ای باشه. دکتری ویترینر هم که باشین یک جای خودمون هم درد کنه شما دو مراجعت میکنیم. همین خیر. دیگه کجا بریم؟ اکنون دامادی وای صبوری کمازیست گفته که این ویترینر آدم نمیفهمد. و من گفتم چه خیر ویترینر خوانده باشم هم آدم بیم من ساز میفهمم. وای خانتوننگی کامپیر بام یک گفته میمونید. همون دوره که دویمش من دادم کو هوای یخدان دماند چوا هوای اکنون چی گویم آدمی خنوک با خنوکش نقض میشد. ای شما دکتر جونه گپ قطعی شدیم من با حاضر مرخانه میرم مرخانه وای نامش چی بود اونجا خاله مجیبه با شما یک کدام شمالا پران بابی جان؟ من خودم ایروز نقضم سازین؟ به هر حال یک بار میبینیم بابی نه شرط نیست ولی دلم برای چی اینقدر خواطر ای پریشانی شما پریشانی؟ انا همو اسبی ما دو روز شد که اینم در زمین یک سال خواه اینجاش نمیجومم با خدا همون ایسکرا مازش نشد؟ مازش نیست اسبی نغزی محله بود البته همین آوام نمیخوره؟ نه من حاضر خودم آفرما آمدم فیرما رفته بودم من شما تابلت که میتیم نباشد خب همین تابلت که را برده اسپاتوم میتید این همین تابلت که را میگیرید و اسپاتوم میتید آخی دکتر جان گفتم که ایسکرا نه علف میخوره نه من چی خیلی دارو میتونم که بخوره اینا راهش آسان اما چی این همین خیلی تروبکه را میگیرید تروبه هست که پلاستیکه تروبه پلاستیک 15 میشد همین 4 تا تابلت که را از این طرفش میگذارید و سوراخش ده این سوی تروبه را خیلی دهانی اسب ده میاندازید و از اینجا میکنید این قندات زن این راهی آسان است من راستی گم شما ده بی پول همه را گفتم من شما هزار رحمت دکتر جان اینقدر سوادی بلند داری الهیم که انا سواد و علمت ایرم به درجه عالی برسه الله اکبر کامپیره لیکن گپ زنید که یخدان ده بازن خودشم در آمده ایستد مایلش بابی جان بابی مایلش دکتر رحمت آمده ایسته رزولتات چه گپ میزنم شما خب حالی نه کانتری ستان بدتر من بند حاضر دکتر تو دکتر می؟ یا تو دکتر می؟ همان دکتر گذارید گذارید یا شما پسری اماکی مرگان نیستی؟ ما پسری اماکی مرگان شما چه خیلی سوید دادین؟ چه خیلی آنالیز دادین؟ یا با آرام شوید شنید یک بار شنید چی گپ شد کجا؟ همین سهر اتاق آمادگی بود ساعتی 8:30 آمدن رفتن اسبتون کسا بود من تابلت که دادم بینیوهد نغز رفتن خب شما آتای کفت آمده ایست اینجا یک کدام آتای کفت آمده ایستیم شما شهر مسئولیت دادین چی مسئولیت شما گفتین که همین شلنگ میگیری اینی تابلت که میگیری در شلنگ میمونی ایش دای ازد میمونی پوف میکنی آخه آتاتان گفتن که اسب علف نمیخورد بعد من راهی آسانی تابلت که را وارد ساختن به ارگانیسم اسب یاد دادم خیلی چی شده است پیش آیاتم اسب پوف کرد بعدی وای با ما 4-5 روزگار قریب 7 باشی جنگ شدیم با موقعی اکا یک خر کده که با اون خونه رفته رو شوش کده ما باش بعدی هم خواهشش کرد کو اکا بعدی وای با اینا با حوزی هم جنگ شده سه حوزی هر جنگ بشه قدیما تمام هیچی نمیکنم خودم نمیکنم بیا نه میگم من میرم خونمون میگه خرکنی روید گفته خونمون میرم میگه من گفتم خیلی برا میگم من به کودک آمدم به کودک میرم
گودکا رو بگو که من به گودک بودم من چخیره با به گودک میکنم 5 دقیقه دیگه نمیدونم هم خونه دای خیال میکنه که من ایوای میترسم خیال میکنم نکم نمیترسم ما مایل اکا خوب میگن کو اوچاش به هواست که بچه‌ش توی کنه کلین بیاره و قطی کلین هر روز جنگ کنه ها مردک کی دا زنگ زدی کی میویا ما قطعی هر خیل آدمو کو هر خیل آدم هر خیلی ما قطعی هر خیل آدمو گاونه میذارم با ما هر خیل شده کی دا زنگ زدی اومدی استای گفتی اکام دا زنگ زدم اکام میویا اکا دا زنگ زدی او دفعه خواهرت زنگ زدی خواهرت اومد آشتی درون این دفعه با اکا تا سری ما آوردستی می کرد ما آشتی پاشتی دیگه تمام آشتی نمیشیم اگر من گفتم جدا میشیم بعد تمام اکام میویا جدا میشی کاتیما کاتیما تو جدا میشی ها اوخی من چی گناه کردم که تو کاتیما جدا میشی و مهربانی که دازن یکم دویم دبا داتو ندیدستم دا سیم زرن داتو یعنی که من همون مهربانی رو ندیدستم فهمیدی مرا ندیدستی نه وای زنا کومد مهربانی میکردم فهمیدی مرا خبرای مهربانی رو تا فهمیده بودم فهمیدی خبرکات خوش رو اگه مدام میرفت میومد ای کریزه سرکلاپو کشول میکرد اما مهربانی بود اون کدام وای بالکن گوه کاسم بروک ما کشول میکرد وای خودم یکی در درش مرا هم سروس میشید کشول میکرد هیچی نمیکنم او خالی مهربانی بفورت کو ما هر روز خالی مهربانی میکنم نه رحمت مهربانی در کار نیست من تمام ما گفتم تمام ما یک گپ دارم مردک یک گپ دارم مردک جان یه بار دیگه شانسم بده اگه تا زنگ بزن بگونه یا جانم شوی شانس 5 نیست 60 بار شدی من 64 بار شدی من شانس تو دستم هر خبی امیر اون 65 بار میشه دیگه جنگ نمیکنی مردک جان بیا مرا شانس بده دیگه جنگ نمیشم قطعی دیگه کار میکنم باشتی با ما خودم خود میپزم باشتی نه ای جیسه هر دومون میپزه مردک باشتی شده همین دشمن خمو بسیاره میدونی من خمو دشمنو بسیاره همین من تدا سوال میتم در زنه گوش کن مرا اینا گوش کن همین چشمای ما رو ببین همین چشمای ما مثال همین چشمای همین گودا یعنی گوساله کلون ماننده همین چشمای ماننده نه مثلا همین گوشام خرگوش گوشای خرگوش ماننده خرگوش نه اوخی خشروای گوشو خشروای همین بینی ما سامباکا ماننده مثلا کارتوشکا ماننده بینی ما نه اوخی نه لوان کلون رنگ موزیک چلیسه کلون نه اوخی مردک جون چون خالی گفتستی اوکی هم مامرا میگه که همین زن دا گرنی مانندی